депутати дохил нашнава нагзашту. خوب شد که نگذاشتم یک جنگ جنجالوی بسیار شد و یا روزی سیاه همه خیلی خیلی زنده موندیم فرزندان خیلی سخت سلامت جرم در خیلی شبیه من پولم ندارم بکشم همه خیلی به وجدان و به انصاف دستی به رحم و شفقت دستی ما یا دهانون حلال میخوریم یا با هم همه خیلی میخوریم همه خیلی اگر اجال من رسید باشه با هم میمیریم همین وقت من افغانستان روی کردم توصیه دادم افغانستان را بیام بعد حمایت کردن ما خانه دادن 9 سال اونجا ایستادم نوبت ایستادم از طرف اکادمی خانه دادن همین ویا فیلاش هم خطی آمدگی بودم فستیوال در این مسکو گذراندم ویا گرفتم بردم ما شعبه انا هندو پاکستان چند سال کار کردم اونجا؟ در 30 چند سال کار کردم تمام کردم من خیلی شهر توز غلطیدم معلم فارسی معلم زبان ادبیات توجیه من گفتم نه من اینترنت شهری نمیرم نباشم بعد همه اپام بسیار گریه کرد نه گوشه برو گفت در همون زمستان قهرتون زد پیش کرد بعد همه برادرها چنین عرض داره میشم و خوندم همون حسین میخوند خوب از کریم دیونا برادرها چنین عرض داره میشم که یک جانی شیرین قرض دارم امشب بارک الله اردی جروب خوردن جروب از کو دونش آرد کردن خوردن غرام انداختن بیچاره گذشتن از دنیا حبیب الله نظر اومده مهمونه استاد ترسونزاده اومده گه باقی رحمزاده اومده گه شتگه چند نفر میگن سیفالدین بیا یاد غزل خوانم با او جان دادم جانان من دیگر چی میخواهد حبیب الله نظر دعوت کرد من کی گفت که همین وای میرزا رضای گرفتنی فیلمشان یا فیلم کوتاه مدت کردنیم همودا یا شعر نمیخونیم بعد حبیب الله نظر در همین جا یک سخن گفت که نه گفت سیفالدین همه هم حافظه آواز داره مضمون فهم است منطق فهم است حتی چی نداشتیم ولی معلومات نامه سال تولد نبود هیچ کس نمیگیریم بعد تشکیل شد سلام استاد اولا миннатдорӣ худро баён мекунем ки шумо мусоҳибаи рӯдарӯ бо моро қабул кардед ташаккур агар имконаш бошад кӯтоҳакак дар бораи худатон мегуфтед من سیفالدین اکرمزاده توده‌ای زاده دهه توده ناحیه هیزور خیلی اکنون که این خیلی سوال شد من پره گپ زنم که من از مادر یتیم ماندگیم 1 سال و 7 ماه چهره مادرم یاد ندارم که چی خیلی بود در اون وقتا صورتگیرک و صورتگیری و این چیزا نبود حتی چی نداشتیم ولی معلومات نامه سال تولد نبود هیچ کس نمیگیریم بعد تشکیل شد بعدی که مکتب خوان شدیم مکتب رو شدیم بعد پیونیر شدیم بعد سین سالی بعد کمسومال شوی رسیدیم بعد هم وقت با ما چی گرفتم شهادتنامه تولد بعد تخمینی کورس و پاس کردیم همون 1 سال انتخاب کردیم گفتیم سال با وای گفتیم گفتن که میگفتن که همون کلمه ما اپامو خدرم اینو سال تو میمون است میمون چی میگن با سال شماری حمدونه سال تو حمدونه است من نمیدونم حمدونه چی بود اون وقتا خیلی بعد فهمیدیم انا که حاضر میگن که همون حمدونه درست بوده که تو اینقدر وقت خوش و دل خوش و دماغ چاق و بعد آدمو هم میخندونی و فقط سرود میخونی و سرود خون شدی در حیاتت خیلی خدمت سرودی میکنی میگردی باید خیلی میگن که تو شاید در حیات همین صغیره موندی یتیم موندی شاید در یگان مزار دعا کردی مستجاب شده بوده دعای تو با همین مرتبه رسیدی
نباشه من چی و یک صغیره مثلا به مادر بودگی بودم چی از کجا من به این مرتبه میرسیدم لیکن خیر رحمت به دوران شوروی انا رحمت به دوران حاضره هم که دوام عمرمان اینا امروز هم نقض رفته شده است در استقلالیت انا فقط شکرانه میکنیم شکرانه دولت هم انا حکومت هم میکنیم انا شکرانه این صلح و صلاح میکنیم شکرانه این آبادی های میکنیم شکرانه سری و پوری های میکنیم خدا رو شکر دوران جنگ آدمو نونی اردی دانه جوری مکه اردی جوروب خوردن جوروب از کو دونش دونش آرد کردن خوردن غرام انداختن بیچاره گذشتن از دنیا انا میلیون شکر که حاضر روی دسترخوان آدم‌ها پر از نان است با همون قاق و پاخوشه اون نان برک ها اومده میبرن نان قاقداره گفته این یک دیتال‌های عجایب است این برای همین شکرانه میکنیم که دسترخوان نانمون زیادتی میکنن قاق میشود ما با نان برک ها نان قاق گفته میایم میتیم مکتب دهه رو تمام کردیم مکتب دهه رو تمام کردیم مکتب دهه تودا رقم 6 اون وقت به نام فردوسی بود بعد خو به نام حبیب الله نظرов شد انا همونا من تمام کردم انا بسیار مکتب من دوست میدارم انا استادم دوست میدارم سیفالدین کمالov من درس میداد انا که سعید قاسم درس میداد انا قرتاکov محمدالله رباب درس میداد که اینجا فراموش کردن نمیتونم وای خودم انا همین خیلی حساری پسارov درس دادی از شما حساری پسارov وای درس نمیداد وای خوریوگراف بود وای توفیق فوزیلova درس دادی وای درسی رقص درس دادی مثل ولامتزاده وای درس میداد انا پسارov در تویو رقص میکرد یگان کس رقص وای کردن نمیتونست آدم‌ها تقلید میکردن به وای مثلا سیفالدین گفته که بچه شوخ است در شلوخ ما همون تقلید میکرد انا رقصی عبدالله عظیم رقصی انا همین پسارov رقص میکرد همین رقصی همون تقلید میکردن همین خیلی ما کلام شدیم بعد ختم مکتب میانه چی بگیم در دوام همین وای مکتب میانه تمام کردن 10 ساله بودم وقتا 10 ساله تمام کردن ما در پخته کار میکردیم پخته چینی میکردیم داروبیزی میکردیم داروزنی میکردیم با پخته انا با دراوگری گندم دراوی را میرفتیم خب نوبت پودا میشد گاهی پودا میرفتیم انا دانشگاه چه خیلی داخل شدید همین خیلی کارهای اثر گذراندیم بعد این خیلی یک واقعه عجیب شد چند مرتبه حبیب الله نظرov در حولی خودش در تودا و دعوت میکرد یارو رفیقاشا دوستاشا مثلا باقی رحمزاده استاد ترسونزاده دعوت میکرد انا بعد همین دعوت خدا من ای کجایی که باشم یا در مکتب باشم یا در خانه باشم خرسان مراد گفتگی وای شوفیرش بود بعد نظر گفتگی نظر میدین شوفیری میکردم ماشین چه میداد که روی سیفالدین یافته بیاره قطعی دیتورش من رباب داشتم میگه همین خیلی در لهجه شیوه همین خیلی شتگی بود در زبان که قطعی دیتورش بیاره بعد من آمده از مکتب جواب گرفتم میبردم میگفتن که دیرکتور میگفتن یا معلم میگفتن که حبیب الله نظرov آمده مهمونه استاد ترسونزاده آمده گه باقی رحمزاده آمده گه شتگی هم چند نفر میگن سیفالدین بیا یاد غزل خوانم محفل رو گرم کنند من سیمپی همین 6-7 میخواندم اون وقتا همین 12-13 ساله بودم نه کمک همون رباب یاد گرفتم تینگ کردم همین بعد میگفتن که خیلی یکم بار وقتی آمدم شرم داشتم نگاه کردن نمیتونستم برای همون استاد ترسونزاده یا حبیب الله نظرov یا باقی رحمزاده سلام میگفتم همون چشمم زمینه نگاه میکرد شرم داشتم که دروش رو نگاه کنم بعد گفتن که دکتر شربه یک توا رحمت داشتیم
مسافری تاور رحمت نام داشت. بعد اکای عبدالقهار میگفتیم اشتراکی جنگ بزرگ وطنی همونجا بودن. و گفتن که ای سیفالدین دکترش که اومده حافظی میکنه آواز خوب داره. بعد دکتر ما گرفتن اونجا موندن همون در روی کت در قوتی استاد ترسونزاده جا داد مانده. خودش میگه کمتر یک متر دورتر من ششتم در قوتش همینجا شنگول تو دکتر داشتی ای گفته تو یکان هنر داری ها؟ و حبیب الله نظر گفت که اینکه سیفالدین نام دارن پسر اکرم رئیس نام دارد در لهجه در شیوه خلق چون که وای همین قصه خون و قصه گو هست جایی رو باید رئیس اومد گفتم میخیزن همه در المولا جای میتین وای شبی در روز قصه میگفت اومد تو رادیو تلویزیون نبود لقبشون رئیس بله لقب داده بودن رئیس اومد از همه بالا میشنوندن خوراک میخوردن در سرخانه آمین میکنن فقط چای رئیسی محفیل بله رئیس محفیل حضور رحمت بعد سرخن میگفتن با او اهمی شاهنامه قصه میکرد از بهرام چوبینا جمشید از سمک ایار این کتابه و سواد نداشت پدر من خونده نمیتونست وای فقط تصارف گوش میکرد در مسجد تصارف میخوند همین کتابه یگانه این همین شاهنامه خان تصارف حساری بود وای ما عمق میگفتیم بسیار ما دوست میداشت نظم میدید وای بفرزند که بود بسیار گودکوی دوست میداشت نظم میدید از دور که میدید هم که در زمین میشست کلاچش هم خیلی پهن کرده هم خیلی با آغوش میگیرد کودکوی ما میدویدیم همه کن دورتر میدویدیم آغوش میکرد بوسمون میکرد اینقدر مردک مهربان و خوب در حیات من ندیدم راست بگم اینقدر نسبتی همین کودک دوست بود خدا هم دوست بود من همین پسر بسیاری هم رقص های دویال میتود هم همیشه دویره چی بود در قوت سعید مهتر میگفتن از کچولی دیو در قوت هم شیطه فقط دویره میزد دویره چی معروف و مشهور بود شما را که استاد حبیب الله نظر معرفی کرده است با میرزا ترسونزاده بله بعد گفت که خیلی بعد سیفالدین گفت خیلی یگان شعر یگان سرود میخونی اما بزرگ همین اشاره کردم کلا جمعندم گفتم نهلش بعد همون رو بابا گرفتم از درون خلطش برآوردم بعد جور کردم سازدم بعد همین گفت که از همین دنبال ترسونزاده میرزا جان ما همون چیز دانی بخون اون وقتا همون شعری وایش میدونیم راه یافتی و در شب تاریک دویدی هنگامی سحر چون شفق سرخ دمیدی و بابا وصفی ولادیمیر ایلیچ لنین بود این سرودش شعرش و من همون خوندم با آهنگ خوندم یه دیگه وای همین خرسان شد که گفت که یکان کس من از یکان کس این سرودم این شعر من نشنیدم این تو آهنگ بسی بچه آینده داری میتوی بچه زور میشه خدا خواهد آینده در انا بعد اینجا همین تاور رحمت قطعه اکای عبدالقهار و گفتن که همین سیفالدین چی میشه که هفته ما که تمام کرد همین روی کنه پیش اکا شریف جوره برای شاگرد بیستد در همون یک چی هست که اینجا تکنیکومی موسیقی در همین کوچه عینی بود همون تکنیکومی موسیقی بعد حبیب الله نظر در همینجا یک سخن گفت که نه گفت سیفالدین همین هم حافظه آواز داره مضمون فهم است منطق فهم است با آداب است این همین هم حافظه است برای این معلومات صنف 10 بسیار ضرور است صنف 10 خونده تمام کنه من خودم گفت یگان مکتب بوده میمونم بعد همین گپ قطعی تمام شد ما خیلی سرودخوانی کردیم بعد دویم با گفت که یگان تا دیگه با میخونی یا که اوقات میخوری اول حبیب الله نظرف میگه یا که حبیب الله نظرف یگان تا دیگه میخونی یا که اوقات میخوری اول که من بود جور کردم رو بابا جور کردم اکای عبدالقهار خدا رحمتش کنه اشتراکی جنگ بزرگ وطنی بود گفت که ای سیفالدین ما مانده نمیشه و بچه 10 طبقه خواندن میگیرم ما یاد بسیار میدونیم بسیار گوش کردگیم بعد من دویم شعر از حبیب الله نظر خوندم یک شعری وای داشتم چرا
همون شب روز حسین نصرالدین خوندگی بود در رادیو در اوزیلی کالخوز رادیو اوزیلی کالخوز هر روز اکای اسایف نظام میدادند همین سرودا میموند انا میخوند من اجازه خدایی بودم همون آهنگ حسین قطی بخوندم همون در محبت چون هوسکاران سبکباری چرا بوده همین خوندم رنگی همین آواز حسین کردم آوازم رنگ حسین کردم خوندم همین دیگر خرسند شدن خرسک زدن خودشون همین خیلی بسیار خرسندی کردم بعد خیلی شیشتیم افقاد خوردیم بعد افقاد خوردم با خیلی چند غزلهای دیگر خوندم سرودهای دیگر خوندم بعد یک همون وقتا حبیب الله نظر دعوت کرد من کی گفت که همین وای میرزا رضا گرفتنی فیلمشان یا فیلم کوتاه مدت کردنی همودا یا شعر نمیخونیم از لاهوتی های و خیلی آهنگش کلاسیکی ششم خونی های با او جان دادم جانان من دیگر چی میخواهد همین خیلی کده میخونیم گفتن همین آهنگا گفتم ایلش میخونم گفتم تمام میگفتیم معقول کسی توجه میکنم میخونیم بخونیم آخه بعد 16 ساله گفت وای نوخت یک پینخاس وقتگی یک زنی دایره دست بود قطعش هر دوشون انا فلزین شما خطی نوختن و تنبور کتی و من همیشه خوندم در همون وای چی وای چند دفعه رفت نمیم ارخیو دا باید باشه اگر شما جستجو کنید شاید بیاوید دایر با میرزا رضا هست دایر با رحمتی میرزا رضا انا همین خوندیم خلاصا بعد با همین خیلی چی بگیم گپای بسیار باید خودشون صحبت کنن درباره من صحبت کنن لیکن همین 10 منت صحبت میکنن میگن یه سرود بخوام 10 منت صحبت میکنن یه سرود بخوام و توصیه دانشگاه رفتن شما چیه؟ انا که توصیه دانشگاه بله رحمت خدا انا وقتی که انا که دانشگاه ما آمدم دهم تمام کردم آمدم انا ای رحمتی حبیب الله نظر اکن خدا رحمتش کنه انسان نظر در همینجا میشید اکن ممکن کمک میکرد ممکن رکتور گفتگی بود که من رکتور میگم که این حافظی خوبه و همین خاطر بگیری انسامبلتون آباد میکنه این کدام رکتور کجا؟ همون وقتا کی بود رجب کدام دانشگاه؟ این همین دانشگاه ملی دانشگاه دولتی با نام لنین بود وقتا بله انا لیکن همین وقت این کماندروفka مسکو رفت بعد همین کیا گفتگی بوده که خیلی صاحبینه نگاه کن چی میشه حیاتی اویم داشت همین خلو فاتیدین پسری مولا خل میگفتن خلو فاتیدین زاو سکسیایی همین میبل های همین چی بود مغازینی مرکزی اونیورمات بود انا همینجا کار میکرد مدیری شعبه بود یک اتاج یکم و همین بودم گفت تا نظر بکن التماس کرده گفته بیو بریم تا کن انا همین اونیورسیت سپوری ما که وجود دادم کدام اونیورسیت؟ دانشگاه ملی؟ دانشگاه ملی دا اون وقتا دولتی به نام لنین؟ به نام لنین بله اونیورسیت دولتی به نام لنین میگفتن گفت بیا بریم بعد حجت آوردیم و فاکولته تاریخ بود و در داخل این فاکولته تاریخ شعبه فارسی بود شعبه فارسی و عربی بود هندی هم اردی هم بود و همینجا این کدام سال بود؟ سال 1962 بعد با من گفتم که دلم کشید که من همین فارسی درویم چون که همین یک نعمت الله میرزایف میگفتیم نعمت الله میرزایف در پیشی خانهش در پیشی یا مسجد در پیشی خانه بابای حاجی سلیم امام بود همسایه بودیم از همین نعمت الله میرزایف من سبقهای فارسی گرفته بودم فارسی علاقه نظم میدونستم اما الفبای تا دهم تمام کردن الفبای کیا الفبایی که هلال کریم نوشتگی بود به زبان فارسی الفبای فارسی ما علاقه خونده تمام کرده بودم هم می نوشتن یاد گرفته بودم با نای قلم با دوده کالیگرافیا خطاطی بله خطاطی یاد گرفته بودم می نوشتم هم می خوندم من گفتم فارسی درایم چخیل می شود گفتم اکای فاتیدین بعد
Хай чизи ки гуҷаи ки хоҳӣ худат факултети таъриху اون وقت شرق‌نوشی نبود نه؟ форсӣ он вақт шарқнӯсӣ набуд. Баъд ба ҳамдига супуридем ҳуҷҷатро супуридем. Хай аз ҳамин иншо ман 5 гирифтам, лекин 5 та имтиҳон буд. Аз 4 имтиҳони дигар 3 гирифтам. Аз ҳамаш 3. Ба худам гуфтам як ман дохилшуда наметавонам, худо медонад. Баъд ҳамин акаи Фатҳиддин Холов баъд даромад ба ҳамон ки намедонам бо ректор суҳбат кард ё ки бо декан суҳбат кард, бо ҳамон раиси комиссия суҳбат кард, чикар кард ки вая гуфта ки ин ҳофизи хуб аст. Шумо ҳамин тавоназар гуфтага ки ҳофизи чӣ дар назар гирифта шумо қабул кунед, ба он тарафша мехонед ин марда. Не мехонам. Ин меҳнаткаша шлоқия дар деҳа калон шудага, ятим калон шудага, ин албатта вай мекунад, мехонад ҳатман. ҳамина ба назар гирифтан чӣ кор кардам ки мана гуфтам ки ту ҳамин забон адабиёта ба 5 супуриди иншоя гап нест туда, дигарошро 3 ки бошӣ шумо гузаште гуфт. ҳамита қалама зад дар декан дар рӯи стол ҳамин хел курта гӯш гирифта як қад айдон ман хестад ҳамин хел ай хурсандия. Баъд тамом ҷавоб дода гуфт ҷавони на бо ҳамин хестам бурун бес гуфт ту суруд мехонӣ? Ман гуфтам ҳа суруд мехонам. Ку як суруд бихон. Баъд ҳамин бародарҳо чунин арз дора мешавад ба хондам. ҳамон ҳусейн мехонд хуб аз Карим Девона. برادرها چنین اردارم امشب که یک جان شیرین قدردارم امشب. بارک الله چون تمام جواب گفت تو اگر خودش همین یک روز یکمی چی سر میشه گفت در سر میشه برای اعضای انسامبل شد. انسامبل همون دانشگاه ملی همون وقتا نوروز بود. میگفتن انسامبل نبود. تمام برآمدم میدونی یک چیکار کنم. من رفتم در خانه اپام کلام شده بودم. حیاتی من بعدی من در خانه اپام گذاشته بود. همین اپام یازدهم شوهرش وای بود. صوفی براد میگفتن مانتیور بود. الکتریک بود. بسیار مردی خوب بود. یا وقت من همون که نارزولوق خطی سعدالله قیاسوف‌ها از قشلوق رفته در اینترنت کیفچوک زندگی میکردن و میخوندن. همونو یه روز من همین تشویق و ترغیب کردم که بیا بریم در همونجا قطیمو بخونده همونجا. چون ما اینجا از آب کشته میگردیم. بعد لاتو کوبوت میکنن میگردن، تپکچینی میکنی و خسکشی میکنی و هیزم چینی میکنی میگردیم در اینجا از آب کشته عدیر به عدیر. و همونو بردم من در همون کیفچوک ورکنی در همین کیفچوک من قبول کردم زمستون های. من یکونی ماه خوندم در همون مکتب کیفچوک من خوندم با حبیبالله رجب شناخته شدم. حبیبالله رجب همراه من میخوندم اونجا با هم شناخته شدیم ما. خیلی کمتر خوندم که یک در همون زمستون قهرتون یک شبی یک زنک دیرکتر بود است یا زاوج بود است نبود است در وقتی ما بودن و بسخه رفته بود است بجوی رفته بود است رخصتی داد بود اومد پیداش داد اومد است یکی من دید کیه این گفت گفتم که ای آدمی مایه این همینجا زندگی میکنم چه درم برارش گفتم پیشش کنیم یک قدم دوزای قدم شپانکه چیه یا ایجا پیدا کرده یا گرفته هرچند گفتن که پگه آخه حجتاشو میارایی گفتن که حجتاتا بیار دیرکتر اجازت داد نه گوشه برای گفت در همون زمستون قهرتون زد پیش کرد ما اون وقتا یک همه وایمون یک مادرمون یک خواهر داشت اپا داشت در همون خلیسوی نزدیکی هم قشق نزدیکی مکتب نمین 200 متر از مکتب دوره یکم کشلو همونجا رو زندگی میکرد. اون یکی همه خالای مادرم که مرده رفتگی تقا ستار میگفتیم همون تقای ستار زندگی میکرد همون وقتا با من خونه جرم در خیلی شبی
پولم ندارم بکشم همیشه به وجدان و به انصاف دستی به رحم و شفقت دستی همون زنک همون کمپیری گروز یک قطعی همون نمیشه بگی همون گروستگر شکل و شمایش هم بکره آدمی بعد همون شکل و شمایش هم بکره بده همین بعد من خونه همون توسطا رفتم همونجا شب معروض کردم 2 روز برای ایستادم بعد از همونا پول دادن من 200 و من اشتباه وقت تیم تنگه بود همین اتوبوس پلی و همونجا به خانه میبیام که همین 11 قطعی اپان کفتنی آمده است مایا پیشم برو اومدم بعد چخلیشی من گفتم که من دروغ گفتم باید که من در همین کپچه در همین اینترنت خونده شدم من مکتب رفتم І то донишгоҳ буду давраи донишгоҳ. І то донишгоҳ буду давраи донишгоҳ. نه تو دانشگاه ولی صنفی 7 بودم اون وقت صنفی 7 بعد یا گفتن که خیلی ما پرسیم اینا چیا گفتن که دینا تیا پیش کردم تو رفتی اینجا ما بیا بریم من گفتم نه من اینترنت شهری نمیرم نباشم بعد همه اپام بسیار گریه کرد اکرمova ادیمov نماش اپای همه کلان نمام ما 5 کسر یک مادر ماندگی بودیم نصرالدینم انا اپای ادیمov اپای هلامov من باید دیگه بعد همین زورا کردن 11 باشه گفت که بیا بریم هم خونه یکم کار نکردم همین مکتب تا بخوام روی مشید یکم کار باری دیگه نکردم همین خونه بریم همین اپات مرده ایگیریه ای روزی که تو اینجا اومدی تیا میکوه فقط خیلی خانه با خانه میپرسه ای خانه همون که پرسیده غیاسوف سعدالله و غیاسوف نرزلو امروز که قید حیات سعدالله نیست نرزلو هست نرزلو هم کتاب نمیشه درباره تودا کتاب نمیشه گه باید کتاب باید من بگیری بخونی شما عجایب کتاب نمیشه گه همین اولوده و اجداده بسیار آورده گه من بسیار کسی از روی کتابی همون کس فهمیدم گرفتم که ما از طرف مادری ما کی ها بودیان خشته برمون همون نمیشه ده کتاب من نمیدونستم خیاتیم که کلام شدی از گجون میفهمیم چیزه خلاصه انا همین خیل بعد همین اپام زورای توالی بسیار کرد با یازدم همین خیل گپای گو ای دستم قپیدم سر ندادن دیگه و باقی در خانه اپام گرفتن آوردن باقی عمرم در خانه اپام گذاشت و دانشگاه رو چی ختم کرده؟ انا که دانشگاه آمده و داخل شدم گفتم که داخل شدم انا приемный комиссия да мана гуфтан ки дохил шуди қалама зад декан ансамблдам қабул шуд ансамблдам қабул шудам неки ҳоли дарс сар нашуда 1 сентябр нашуда ҳамин справка додан даман ки ҳамин дохил шуду тамом дакисан кардам хурсанд шудам акай фатҳиддин гуфт ки анаку бира хона як хабар бигир хештавора 1 сентябр биёд дарса хондан гирад хуб гуфтам рафтам шуло овоза кардам хеле ҳамала ки ман ғалтидам тамом نتونستم داخل شدم همین اگه خیلی جدا میفهمی که کی چخیل کی دوسته کی دشمن بایستیله نه رحمت خدا پوزکنده چه گفته شده دشمن میگن آسونگای نه دنم خیل خیلی که دیگه اگه مکتبی اولی خونی آسونگای انم خیل چپت میکنم بودم نداری چی میشه برای حاضر زمانه همه شما خیل با آدم های خوب شدی غلطی دی برای همون کتمه نبگی برای چوبخ کردن گرده پخته بعد یگانه همین دلبرداری میکرد اپام روزیق نشد اپاتون هم نمیدونم اپاتون هم نمیدونم چیا؟ یعنی گذشتگیتونه من گفتم که همه در اعلام کردم 11 اپام غلط دیدم خدمت زیق گرفتم اینو رو هم نمیدونم اینو هم نگفتیم نه حقیقتا نگفتم بعد یو هم زیق شدم همه زیق شدم خشت ورو زیق انا گفتی که شما که انا رقیبا و دشمنان خرسان که ساکلین غلطی دای ساکلای سایبینین غلطی دای اومده خوبش دای من برادرم کالخود کار کردن گرفت کتمان یاقوتی هم نیو و نه برای چوب کردن گرفت چکانکا کردن گرفت من در کالخود کار کنم همین خیلی آدم فرق کردم دوستای دشمن فرق کردم هم وقتم یک حسیات خاراکتری همین اکتیوری بود چی بود دامان بود همین آدم ها سنجش میکردم
این از پدرم ماندگی بود. پدرم میگفت فقط نیکی کن، جوانمردی کن. من فقط جوانمردی کردم. پدرم میگفت که در بعضی توی آدمایی دارنده تا 17-18 دیگ آش و شوربا پختم دادم، 3 روز پختم دادم، یک جامعه سطحی سیاهی روغنی دادگیم من در همین خدمت ها یک سم ندادم. خیلی وقتا هم خیلی بودم گفت که اقلا پول نمیدادم، پول دیگه نبود، لیکن اقلا همون جامعه نو میدادم، جامعه کردنه هم خیلی گیله کردگی بود، در سر ماندگی بود که به هر حال جوانمردی کردن. بعد 1 سپتامبر اومده چی وقت؟ اکنون روز 1 سپتامبر دا با هیچ کده نه، فقط اپام بگفتم قطعی از من جبه گفتم اپا جان من داخلش لگیم، من دروغ گفتم که انا غلطی دم، من داخلش لگیم، اینه سپرافکا دارم، سپرافکا گرفتم نشانشون دادم، یازنام خونده صوفی برات، بسیار رحمتی آدمی ناز بود. یا من در فارسی یاد دادگی بود، همین روزه و نماز و همین چیزا قرآن یاد دادگی بود. گاب میزد قطعی مرزای نعمت الله، او مرزای نعمت الله هم استادی صوفی برات یازنام بود، هم استادی من. خلاصه انا کن بعد همیشه گفتم، همه خرسان شد اپام درفتم، درم گفت که حال درم نرم. کی میروی چوتی میروی؟ گفتم خیلی ساعت 2 ساعت پس برام امروز، فقط 1 سپتامبر ایروز برام خوابگاه بگیرم، خوابگاه میتونم منم. و خیلی کلچه پخت بچرم، درم خبر کرد کلچه پخت، 10 تا 15 تا کلچه داد، و خالت اندو گفت که انا بگی برام، اکو قطعی جرات میخری جدا. با خیلی تو با خیلی اومدم خواندن رو سر کردیم، تمام تحصیل سر کردیم، نیم سال خواندیم، همه با 5 سپاریدم. پاویشنی میگم که او استیپندی بلند در صاحب شدم من. بجای 21 سوم 50 تین 45 سوم دادن اکنون من داد. 45 سوم من باید کم جمع میکردم با 5 سوم 6 سوم شد یک کار میکردم که میموندم. من جمع میکردم. در کیسم صرف نمیکردم. عاقبت همون یا دادر داریم، حاضرم دادرم هسته. انا اسامدین میگم از مویندر، از مادر دیگرم. اسامدین کلانسول شدگی بود، ختنتو شدگی نبود. من یک یولداش گفتگی بچه اوستا بابا میگفتن، در همین شهر میششتو، شوفری میکرد، یک مسکویچی کبود داشتو، مسکویچش خیلی بود فرگون بود. او بین همین چیزو پاتینکا و موزا و همتره چیزی جا فابریکای آبونای بود، پایافزال دوزی. بین همینو بین اوستاها وقتا مردم یهودی بسیار بودن، همونو موزادوز بودن. بین همینو تقسیم کرد میگشت. و یه روز باید دیدم و خانهش برد منو گفت شکلین تو داخل شدی ها؟ گفتم ها. خونده چی خونده؟ خبیه شد داخل میخوره. بعد داخلش رفتیم خوراکتیم همون طرفی گوگل دادی. خیلی خوراکتیم بعد یکی دست سرم زد گفتم که ما ایقا پول دارم 48 سوم جمع کردم. همه برنج خریدنیم، ورده پدرم دادیم. اگه وقتی من در خونه اپام کلان شدم نیکی پدر من دوست می‌داشتم. و از وقتی چون که من بسیار درس مردانگی گرفتگی بودم، دکتر نوازی یاد گرفتگی بودم. دکتر چی بود پدرم؟ دکتر نواز بود. با مردم میگفتن که پدر تو یگانه آدمی هست که با گوشت کبک 2 تا بچه‌ش ختنه توی کردگی بود. 2 شب و 2 روز توی دادگی بود فقط با گوشت کبک. 40 چخدک گوشت کبک جمع کردگی بود. شکارچی زور بود. برای که وقتا کم بود. در آن کشور ما عبدالکریم مرگم بود، صابر مرگم بود، همین پدر ما اکرم مرگم. هر سهشون مرگم بود. اینو در روز 30 تا 40 تا کبک میزدن، کوه میرفتن، روباه میزدن. بعضا گرگ هم بسیار بود وقتا. گرگ شکار میکردن. همین خیلی پدر من جمع کردگی، همین خیلی یگانه آدمی که در کشور نامدار بود، همین با گوشت کبک. گفته که رفته در مسجد گفته که بابای مولا ایوب، آخوند مولا ایوب که بخاری آخونده تمام کرده آمدگی بود در مسجد وای بود امامتی میکرد. گفته است که من 40 چخدک گوشت کبک دارم، خیلی با یا برزگوام دارم، کدوم چه کشم؟ همین بس نباشه با گوام کشم. گفته که نه، مصروف حرام است در اسلام.
همین کپوت استفاده با 40 چندگی 400-500 کیلو گوشت میشه. بعد همه خیلی توی کده گذارده است. هر یک طبقه یک کپ مونده. یا یک کس بشینده بود طبق دو کس. یک کپ بسیار بود. انا همه خیلی خلاصه که همه خیلی بعد و من داخل شدم آمدم کلچوهای گرفتم آمدم داخل شدم خواندم نیم ساله دا علاقه استیپند کالون میگرفته شدم. با همون یولداش دا گفتم من 48 سال پول دارم بیو برین بخریم بریم پدر دادیم همون اسامالدین دودار ما توی کنم ختنه توی. بعد گفتم مایلش اینم بگم میریم. من بگم قشلاق رفته شدم. پدر و مادر ما خبر گیری. پدرش استا بابا میگفتن استای نالگر بود. اسبای نال میکرد. باهاشون. بعد رفتم یک اینجا 80 کیلو برنج گرفتیم. اینجا 80 کیلو. او وقتا برنج 78 بود، 76 بود، هم خیلی ارزان بود. همون پولی من چخل شد 80 کیلو برنجی یا اینجاشی. گرفتیم بردیم خونه دادیم یا پدر خرسان در روغن خودشون یافتن گرفتم 10 کیلو 20 کیلو آش کردم همون دادن خلق دیو همون دادار مانا ختنه توی کردم. همین خیلی خلاصه زندگی دوام کرد. پخته چینی رفتیم. در پخته چینی من همه پخته زیاد میچیندم. در همه بینی هم کورسوی خودم من زیاد میچیندم از همه که زیاد میچیندم من آمدیم از پخته چینی اونجا کریم عبدالله گفتگی وای بود انا وای کامسomolda کار میکرد کمیته کامسomolda رئیس بود کلان بود و وای گفت که از همه بسیار چینی خدمت استفاده رکتور تو که همین آدم با خوابگاه تامین کرده شد هم حافظه مرده هم از همه زیاد پخته میچینده پخته چین داده و خوابگاهی نقص دادن علایده کاروان دادن علایده ماتراس دادن علایده بعد نه نمی چای aynı sihat. Bak kori faaliyeti korutuna karşı kardın. Ana ki tamam kadayım. Kursi pançdayım. Kursi pan. Toy kursi pancamam çandin mamlakata uğraftayım. Xudi çi royum kadar. Çime dastağı guruy dastağı ya vay royum kadar bu haftayı dosti Çilyabil roy kadar. Moskva roy kadar. Uzbekistan roy kadar. Toshkent انا همه خیلی ترکمنستان روان کردن بسیار جاهای گشتیم و خیلی بعد آخر دا تمام کردیم من خیلی شهر توز دا غلطیدم معلم فارسی معلم زبان ادبیات توجیک و زبان ادبیات فارسی خطی نیامون معلم خطی نیامون الفبای نیامون من شهر توز باید میرفتم که یک هم kursam az filologniki vay. Filolog tamam kadaki vay radyo komitede korda giriftim. Korda giriftim vay guftas ki faldin şahobuk müdiri şubay ana vay bdast. Musiki guftas ki yagum rangi khida tam şehrdon vazn qafiyadon yagum rafiq dori guftas ki doru mesafedin akram ham hafizay ham şehirxonay ham şehrdonay vazn qafiya nazm medona avazni aruza خوشلو میدونم گیر بیوشه دارم موزه گفته که یک مکتوب تیار میکنم با مکتوب نوشتم با رکتور مویا طبق مکتوب دعوتنامه رادیو کمیته مویا با رادیو کمیته روان کردم بعد در همینجا یک سال من کار کردم در زیر دستی هم فضلین شهاب که ما وای خونده بودیم میرزا رضای شیرشاه یا جای خونده بودیم وای نواختگی بود های پسرم گفت نغز من شما نغز میدونم نغز های کار کنیدو و یا سال کار کردم با گفت که پسرم همین علمش ما حیف میشه باید گفتم چرا؟ و گفت که میدونی پسرم شما دیپلم گرفته شما شرقشناس حساب میشه شما بسیار کاری نغزه در همون زمانه شرقشناس شدن کاری هر کس نبود و گفت که بیا همین اینستیتوت شرقشناسی روی شما اسپیرانتورا داره داخل شده خانه کار کنی اونجا میسابزه بالا میروی در این رادیو کمیته شما بالا نمیروی فقط همین وای مینویسه برنامه تیار میکنیم با همین تمام من ترک کرده رادیو رو ترک کرده با رادیو با گفتی همون مسئولیتی همون فضل چاو استادون حساب میشه بعد میگه نوزکیای شش مقام اعظم کس بسیار سیاه مختانه من بر رفتم
و رفتم انستیتوت شرقشناسی بودم همین که حبیب الله رجبوف علاقه اوی رفتم داد قبولش دادی بودم کوردا یا سویش دادی بود که کور میکردم از چی آمدگی بود لنینگراد تا اون آمدگی بود حبیب الله رجب انا بویا دورش خواهیدگم خواهی و یا گرفتم بودم بویا همون شعبه انا هندو پاکستان چند سال کار کردی اونجا؟ در چند سال کار کردم در همین فقط اینستیتوت شرقشناسی فقط و میراث خطی و میراث خطی اون وقت اینستیتوت نبود حتی شعبه بود شعبه شرقشناسی بود بعد همون رحمتی افغانی میرزویف بعد اینستیتوت کرد نام اینستیتوت کرد کوچه پروین 8 بعد اینستیتوت شد بعد چند وقت بعد افغانی میرزویف مرد اینجا بینوی نو شد و اینجا بینوی نو آوردن اینستیتوت شرقشناسی و میراث خطی شد در اینجا آوردن خب صد درباره ایجادیاتتون گپ بزنید کمتر درباره ایجادیات مثلا خیلی من وقتی اینجا اومدم موضوع گرفتم بعد شعبه اسپرانتو رو روی کردم من در اسپرانتو داخل شدم موضوع نامزدی من انا نعمت خان اولی و دیوان اشعار او نام دارد همین من حمایت کردم همین خیلی خوشبختانه حمایت کردم که عجایب دوستی خلقای هندوستان و SSR میگذاشتم شب روزو فستیوال همین وایو فیلاشون قدی آمدگی بودم فستیوال در این مسکو گذراندم بعد همون شب روزو این تقدیر ما راست آمدن شد اینه که کاری من همین حجتوه همون شب روزو روان کردن اینجا من دفاع کردم در اینجا دفاع کردم حجتوه روان کردیم وقت همین شب روز میره و میبینم که این دوئر با هندو پاکستان است موضوع کاری ما شاعرای هندو پاکستان در امضا میشون میگذارم میگن که یکم چرا همین خونه معین کنید حل کنید تیه در چی روی کردم تلگرام روی کردم که این مسئله اسپرانتو را روی کردم که همین ما تمام کردم موضوع زشت کردم حمایت کردم نامزدی وجود در تصدیق شد در یک ماه هم نگذشته تصدیق شد در 17 روز سانت پترزبورگ لنینگراد نه مسکو در مسکو وقت در اینستیتوت شرقشناسی آی انا بعد حمایت کردم اون وقت حضور حبیب الله رجبوف حمایت نکرده بود اسپرانتو را میخواند بعد من به حمایت کرد سال 1978 به حمایت کرد ما رفتیم در حمایت مسکو رفتیم در اونجا حمایت در اینستیتوت شرقشناسی اون وقت رحمتی بابا جان غفورov وای بود دیرکتور بود در اونجا انا خلاصه حمایت کردیم تیز تصدیق شد اومدیم بعد حمایت کردن ما خانه دادن 9 سال اجرت استادم نوبت استادم از طرف اکادمی خانه دادن علی براتویچ وای بود اینجا مستکان بود رئیس مستکان بود و خانه های تقسیمان میکرد اما نازش رفتیم که نوبت ما اومد از خانه میتی انا که همون خانه ما اون 101 میکروه همونجا خانه اکادمیکو دوم اکادمیکو میگن اولیم در همونجا خانم دادم من خانه دادم 4 خانه بعد داتسنتی حمایت کردیم بعد در اینستیتوت کار برآمدم این بعد داتسنت شدم بعد چی روی کردم من نه پیش ای داتسنتی از همین اینستیتوت شرقشناسی سید مراد دوست مراد بعد افغانی میرزویف رئیسی میکرد دیرکتوری میکرد افغانی میرزویف رحمتی شد گذشت ایدونو این کس کار میکردن موقتا در جای همه افغانی میرزویف همین دوره ده ما روان کردن راهبر کاری من کنسولتاتی من عبدالجان غفورov عبدالجان بود ظاهر احراری همین وقت من افغانستان روی کردم توصیه دادم افغانستان راه کردم افغانستان رفتیم 2 سال کار کردیم آمدیم با ما همچون مترجم بعد من وای قبول کردم کارمند کلان старший научный сотрудник بودم کارمند کلان قبول کردم همینجا خیلی کار کرده گشتیم بعد و ایواز شدن گرفت راهبر ایواز شدن گرفت خدای نظر رو شد چند با یک کسی دیگر شد اکبر ترسون شد بعد همین دوره اکبر ترسون ده با من قندیل جورایف دعوت کرد معلمی ده اونجا گرفت بیا گفت اینستیتوتی آموزگاری بیا گفت مکتوب روی کرد بنای من با نام مکتوبی همونو اونجا رفتم درس دادم اینجا دیل و تماما آزاد شدم از کارهای علمی
اونجا درس میدادم. اینجا داتسنتر اونجا گرفتین. ها آن داتسنتر بعد همونجا دادم من. دکترانتون رو نخوندین؟ دکترانتون با حال میگم. همونجا داتسنتر گرفتم و بعد با دوره دپوتاتی اومد. دپوتاتی داد پیشنهاد کردن من. با جانشینی مدیری کافدره شدم اونجا. کافدره بین فاکولتاوی میگفتن. خلاصا همین خیلی دپوتاتی داد داخل نگذاشتم. خوب شد که نگذاشتم. یک جنجالای بسیار شد. از علم عقیب میموندین؟ از علم عقیب میموندین؟ ها از علم عقیب میموندم ولی رحمت. انا خوب شد که وای نشدم قبول نشدم. من علم با پیش بردیم. درس دادم من استا و این جنجال خیلی بعد مکتبم تمام شد دیگه. ما یه سال به معاش کار کردیم. معاش ندادم. و همینطور برمونیم رفتیم. چندین سال بعد گذشت. قریب 10 سال گذشت بیکار. و یه روزی سیاه همه خیلی زنده موندیم. فرزندان خیلی سخت سلامت. بعدن ما بودیم یا دانون حلال میخریم یا با هم همه خیلی میخریم. همه خیلی اگر اجال من رسید باشه با هم میمریم. یکم کاری حرامت دست نزنه. التماس من زورا میکنم. اگر همین کار رفته یا اینکه روسیه رفته کار کوی پدر نگه دیگه من. دیگه تمام من فراموش کنیم من شما فراموش میکنم. الله اکبر. تمام. پیش فرزندان ده همه خیلی التیماتم موندم. هیچ جام نرفتم بیچاره کار. همشون در اونجا کار میکنن. امروز کار میکنن. همون یا دهنان حلال معلمی و همین و ایشون یا. پس از بکوری با کجا کار کردی؟ بعد پس از بکوری بعد یک روز همین که علمجان بابایو در انستیتوتی نالوگ کار میکرد. رکتور شد. بعد من همین یک بودم. من پیش همون کس بود. یادم اینویت دیگه بودم با خوششناس پیش همون کس بود. و خوششناس در اونجا کار میکرد. پیش همون کس بود که اون کس من همچون مشاور قبول کرد. همون چیز بوده. چی میگن همون ستافکا همون واحدی کوری. واحدی کوری داشته بوده. در قبول کردن ارزانویشتیم قبول کردن. ما یه سال جا کار کردیم که از بالای وقت ارزانویشتی کردن و گرفتن وزیری نقلیات بودن. وزیر ترانسپورت. من همچون معلمی گذاشتم. گفت که معلم شو. معلمی گذاشتم من. 4-5 سال کار کردم. با همین واسطه همین 2 سال کار کردم. سپرافکا بردم کم ترک زیاد شد با وایم. یکی وایا گذاشته بودن نفقم زیاد شد. با 2 سال دیگه کار کردم با کم ترک نفقم زیاد شد. بعد دیگه بود زیاد نکردم. یک قانونی بردم که سپرافکا خیلی دیگه قبول نمیکردم. همین اولین وای من 520 بود. اولین نفقه من 520. سالهایی که در دوره شوروی کار کردگی بودم به نظر نگرفتم. به حساب نگرفتم. اما سخت‌تر. خیلی خلاصه همه خیلی انا اونجا بعد از همونجا من با نفقه برآمدم. بعد خیلی نوقتی با نستر نفقه دادن. یک مصیبت بسیار خوب شد.